ماشاءالله. آقای هاشمپور، این مزرعه چیه؟ برام توضیح بدید و روش کشتشو اصلا یه توضیح کلی برام بدید چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. به شما عرضم که این محصولم یه محصول تر فرنگی، نژادش هم انگلیسی پای کوتاه می باشه. از عیدم نشاشو میکاریم، بعدم در برجی 6 یا اوایل 7 شروع میکنیم به نشاکاری و تا این موقع سالم که بشه الان برجی 5 به این طریق در زیر بار میاد و پر کنه تخمه تا بعد آینده اولی برج 7 با برداشت داریم. بسیار عالی. فکر میکنید عمل کرده این مزرعه چند متره؟ چقدر بذر ازش برداشت میکنه؟ چند میلیارد تومان درآمد به دست میاره؟ سال گذشته کلی این زمینه کاشتم 2500 متر بود، 1 تن و 50 کیلو تخم ازش بر کرد، ولی الان نمیشه دیگه برداشت کنید چون هوا گرم شده. ممکنه کمی کمتر باشه توناتش، در حدودی تقریبا 1000 متر یه 300 کیلو. خب کشاورزای خبره اصفهان رو مشاهده میکنید. آقای کریمی از بزرگای تولید سبزیجات شنبلیله که همیشه توی این چند سال ما از تجربیاتشون استفاده کردیم. آقای کریمی زنده باشید.